شرکت ایرس مسئول نگهبانی شهرهای دوشنبه چناق تصمیم گرفت یک پلازا یا مرکزی پولچینی خود در منطقه میخوره را از بین برده مکان کلیه پلازماهای خود در جاده را عوض کند، در حالی که حدوداً 50 کیلومتر را در اطراف میخوره آزاد و حرکت ساکنان دهات اطراف آزاد می شود. خرج استفاده را در عموم تغییر نمی یابد. مسئولان شرکت میگویند اختصار شدن پلازمای میخوره در شهرهای دوشنبه چناق مسئله تنبشوی راه را از بین میبرد و هم امکان رفت آمد رایگان ساکنان دهات اطراف این شهرها را در ناحیه ورزاب در مسیری تا 50 کیلومتر را فراهم میآورد. این مسئله بود که چند سال پیش باعث اعتراض ساکنان دهات ناحیه ورزاب گردیده بود. عین زمان از بین رفتن پلازا یا نقطه پرداخت مبلغ سفر در ایستگاه میخوره از جانب شرکت ایرس در ایستگاه‌های دیگری پولکی جبران شود. دلیری عبدالله سخنگوی ایرس 19 یون برای آزادی تصمیم شرکت را چنین شهر داد. پلاز شوری و برای با تقسیم می شود. اما تعریفی که بود تغییر نمی یابد. اما صرف نظر از این بحران و قیمتی دیگر چیزا رفتنش نرخ همین مولد با بالا نبرداشتیم. فقط به همون خاطر که ما گفتیم با همین تنبشوی نقلیات همین چیزا باید شود یک پلاز را برهم. دههای اطراف به این هم ما کمک زیاد کردیم و یا امتیازات زیاد دارند، کارت‌های مخصوص دارند، یا سبکی و پیش بینی شدگی است. شرکت ایرس بر اساس یک سازشنامه همکاری با حکومت تاجیکستان که سال 2010 امضا شده است، مسئولیت نگهبانی و پلچینی در راه دوشنبه چناق بخشی از شهرهای پیوست کننده پایتخت با شمال کشور ولایت سوغد را به عهده دارد. در مسیر این قطعه راه 7 پلازای تالینگی یعنی مرکزهای پلچینی نصب شد که برای استفاده راه از ماشین‌های سبک‌رو در مجموع 58 سامانی و از بارکشان حدود 690 سامانی مبلغ تقاضا می‌کند. در حالی که شرکت به یک تجربه بین المللی بودن نصب پلازا تاکید می‌کند، کاربران این راه، راننده‌ها و بخصوص ساکنان دهات اطراف از جاری شدن مقررات پرداخت پول اظهار نارضایت کردند. یک سال بعد شروع کار شرکت حدوداً 30 ساکن دهات هوشیاری و خواجه آبی گرم از جریمه بندی شدنشان با سبب عدم پرداخت خرج راه و نبود نرخنامه ثابت برای ساکنان محلی شکایت کرده بودند. برخی دیگر از آن شکایت داشتند که حرکت آنها در فاصله از یک ده تا ده همسایه دیگر بی‌ملال نیست و خرج پول را طلب می‌کند که برای اکثر ساکنان کم درآمد محلی گران و مشکل‌زا بوده است.